مردی برای سفر کاری همسر و 3 فرزندش را ترک کرد و به سرزمینی دور رفت. فرزندانش او را بسیار دوست داشتند و برایش احترام زیادی قائل بودند. مدتی گذشت و اولین نامه پدر به دستشان رسید، اما آنها نامه را باز نکردند تا بخوانند، بلکه همه آن را بوسیدند و گفتند این نامه از عزیزترین کس ماست. سپس بدون اینکه پاکت را باز کنند آن را در کیسه مخملی گذاشتند. هر بار هم که نامه‌ای تازه می‌رسید همان کار را می‌کردند. سالها گذشت. سرانجام پدر بازگشت، اما جز یکی از پسران هیچ کدام دیگر در خانه نبودند. با نگرانی پرسید مادرت کجاست؟ پسر پاسخ داد بیمار شد و چون پولی برای درمان نداشتیم از دنیا رفت. پدر حیرت زده گفت چطور؟ مگر نامه اولم را نخواندید؟ داخل آن پول زیادی برایتان فرستادم. پسر با اندوه گفت نه نخواندیم. پدر دوباره پرسید برادرت کجاست؟ پسر گفت بعد از فوت مادر کسی نبود نصیحتش کند. با دوستان ناباب آشنا شد و همراه آنان رفت. پدر گفت ولی در نامه‌ام به او هشدار داده بودم که از دوستان بد دوری کند. همانطور که فرزندان نامه‌های پدرشان را فقط میبوسیدند و نمیخواندند، ما هم با قرآن چنین میکنیم. آن را میبوسیم، روی طاقچه میگذاریم، اما به محتوایش رجوع نمیکنیم و از هدایت آن بهره نمیبریم، در حالی که همه دستورهای درست زندگی در آن آمده است. اگر موافقی یک قلب به احترام